تو به جای منم داری زن میدونی حالم این روزا بنزندن گریدون من önüme görem ببینی 10 سال از مرگ مرتضی پاشایی نازنین گذشته، ولی انقدر یادش عزیزه که امسال بهترین تولد براش تو کشور ترکیه جشن گرفته شد. با من همراه باشی تا جزئیات رو بهتون بگم. دختر و پسر سلام، به سلوی سبدا خیلی خوش اومدید. با من همراه باشید. میگم به بهانه تولد مرتضی پاشایی یه خاطره بازیمون نشه. اصلا همین الان که دارم راجبش صحبت میکنم واقعا دلم میگیره. دیروز 20 مرداد تولد مرتضی پاشایی مرحوم بود. اگه خاطرتون باشه با کدوم آهنگ، با کدوم قطعه به ما در واقع خودش رو شناسوند؟ بله، با آهنگ یکی هست جز اون آهنگای پاپ خیلی متفاوت و خاص و البته از دل برآمده بود که مرتضی پاشایی خوندش رو تقدیم مردم ایران کرد. مرحوم خودش هم تو مصاحبه ها چندین باری گفته بود که میدونستیم یکی هست یک قطعه خیلی خاص و زیباست، ولی فکرش هم نمی‌کردیم که در این حد بتونه بهتر کنه و موفق عمل بکنه که کرد. ولی خب متاسفانه عمرش به دنیا نبود. مرتضی عزیز در آبان 1393 23 آبان به خاطر عارضه خیلی شدیدی که برای معده‌اش پیش اومده بود ما رو ترک کرد. از هممون خدافظی کرد و موسیقی پاپ بدون اون در واقع یه جورایی فلج شد، چون خیلی خوب داشت راهش رو ادامه میداد، خیلی خوب شکفته بود و در واقع اون قله رو اصلا طی کرده بود. خیلی از مردم دوست داشتن که آهنگای فیت مرتضی پاشایی رو در کنار اسطوره‌هایی مثل محسن یگانه ببینن و این اتفاق میتونست چقدر زیبا باشه. کما اینکه بعد از مرگش به لطف حالا در واقع هوش مصنوعی مردم اومدن به یاد مرتضی این کار رو انجام دادن و یه فیت‌هایی از شادمهر و مرتضی پاشایی یا محسن یگانه و مرتضی پاشایی ارائه دادن. بعد از مرگ مرتضی مردم به صورت خودجوش تو سایت شهر و پارک‌ها جمع می‌شدن دور هم و آهنگای مرتضی پاشایی رو همخوانی می‌کردن. خیلی فضای غم‌انگیز و ناراحت کننده بود، ولی در این حال آرامش بخش که یه جورایی خوب زنده کردن یاد مرتضی پاشایی بود. محوریت ویدیو امروزمون در ارتباط با اینه که تولد امسال مرتضی پاشایی پیشاپیش در ایران که نه در ترکیه تدارک دیده شده. حالا چی شده؟ اتفاق از چه قراره؟ خیلی اتفاق قشنگی رخ داده. خاطرتون باشه یه آهنگ دیگه مرتضی پاشایی داشت که در سال 92 در واقع منتشرش کرد این قطعه رو به نام جاده یک طرفه. با من بشنوین و واقعا قشنگ بود و مرتضی پاشایی انقدر خوب اجراش کرده بود. این قطعه نگو که مورد توجه یکی از خواننده‌های خیلی مطرح کشور ترکیه قرار گرفته، سرکار خانم آیلا چلیک 50 ساله به گفته خودش این آهنگ رو از وقتی که منتشر شده بوده انقدر دوست داشته و تقریبا میشه گفت که بارها این آهنگ رو گوش میداده که یه روزی تصمیم میگیره به یاد مرتضی پاشایی بیاد و این آهنگ رو کاورش بکنه، البته کاور ترکیش بکنه. خیلی اتفاق هیجان انگیزی هست به نظر من. حالا آیلا چلیک که گفتم 50 ساله هم هست با آهنگ من میتونم بزرگترین عاشق دنیا باشم، ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim، با این قطعه تونست که در ایران بیشتر شناخته بشه. این در واقع خواننده هست که خیلی مطرحه. با این آهنگ که یه حالت فیتی هم بود با خواننده و بازیگر مطرح ترکی آقای بیازیت، این آهنگ رو اجرا کردم و به نظر من خیلی آهنگ شیک و بسیار عاشقانه‌ای هست. من بهتون پیشنهاد میدم که همین الان یه ذره‌اش رو گوش بکنین. اگر تا حالا دانلود نکردین حتما برین و دانلودش بکنین. این پایین اسمش رو هم براتون می‌نویسم. بعد البته که خانم آیلا چلیک با اطلاع از روز تولد مرتضی پاشایی که 20 مرداد بود، زمان انتشار و ریلیز آهنگش رو یه جوری تنظیم کرده بود که قبل از روز تولد پاشایی باشه، به حالتی از یاد بود یا هدیه روز تولد مرتضی عزیز.
خب خیلی حرکت شیک و محترمانه بوده و ما هم قدرشناسانه ازشون تشکر میکنیم. آهنگ خیلی خوبی از کار در اومده، یعنی اون قطعه کلا به اسم بنی ساکلا، یعنی منو نگهدار. حالا من اینجا براتون مینویسم، آهنگ بسیار زیبایی هست، حتما دانلودش بکنین اگر اهل موسیقی ترکیه هستین. به همون اندازه که جاده یک طرفه مرتضی پاشایی به دلمون نشسته، این هم میتونه که باب میلمون باشه. خیلی متشکرم از ایشون. Geri dönemem, önümü göremem. Haberin bile yok, ölürüm de hesap veremem. Seni البته تشکر ویژه رو خانواده مرتضی پاشایی از خانم آیله چلیک داشتن و ازشون قدردانی کردن به خاطر این حرکت خیلی زیبا و ماندگارشون و در واقع خب تایید کردن. حالا یه سری براشون کنجکاوی پیش اومده که چطور تونسته اجازه حق کپی رایت و فلان رو از موسیقی مرتضی پاشایی بگیره، که خب اینها مراحل قانونی داره و خانواده مرتضی پاشایی به عنوان الان صاحب اثر قطعه های مرتضی میتونن که این اجازه رو با هر کسی بدن و هر کسی که دل خودشون میخواد تایید میکنن و خب این هم جزء اون موارد بود که به نظر من خیلی هم برجا بود. متشکرم از شما که همراه هم بودین. مراقب خودتون باشید، مراقب خوبیاتون هم همینطور. خدافظ.